حتی پیغمبر بزرگوار در یک روایت میگه که ای انسانهای بای دارنده، میگه شما در خانه انسانهای با کمبغل رفته بزنه و اونها را التماس و زاره کنه که برای شما یک چتر بیتین تا اینکه در تاری سرتون بگیره. چتر چیه؟ ما و شما زانتیک میگیم، برای بارون در سر نریزه یا اینکه از آفتاب ما را سایگی کنه. شخصیت پرسیدن گفتن یا رسول الله چخیل ما در خانه کمبغل بریم از او چتر بخواهیم؟ جناب پیغمبر گفتن برای شما اون کمبغل از زاره کنه تا اینکه این صدقات شما را قبول کنه و هر شخصیت در روز قیامت در زیر سایه صدقش در صحرای قیامت حرکت میکنه. اون سخاوتمندی و جوانمردی که امروز میکنی او در روز قیامت یک چتر میشه، یک پارچه ابر میشه که تو از عذاب قیامت، از گرمی قیامت نگهت میداره. ما و شما باید اگر یک انسان محتاج و فقیر کمبغل اگر یعنی صدقه ما را قبول کرد، اون یعنی جوانمردی و همت بلندی ما را قبول کرد، ما باید راضی شیم، او را یعنی شکر بگیم، حمد بگیم که او چیز از ما قبول کرد. اگر قبول نکنه در کجا اداش میکنی؟ و از اون شخصیتی که از ما میگیره یعنی خیر و سخاوتی ما را، ما از او یگان طمع نداشته باشیم، یگان طمع آرزو طلب نداشته باشیم، چون که اجر ای را رب العالمین خودش برای ما وعده کرده است. اکنون انسان‌هایی که مقصدشون اینه که مردم ببینن، البته را بعضی شخصیت ها آمدن گفتن ما یک معرکه کردنی هستیم، میخوایم در این مسجد بگذرانیم که مردم بیاین و بخورن و ببینن و بگن فلانی ها بای دارنده بسیار معرکه خوب کرد. گفتم برادری عزیز اگر نیت و قصد داریم باشه بهترش نکن، فایده نداره، ثواب نداره. دیدن آمدی کردی مردم خوردن و دیدن و تو را چیش میرسه؟ دردی سرت میشه، بلکه در قیامت جواب او برای تو لازمه. در نزد خدا باید جواب بگوی برای یعنی کاری ریایید، برای کار خودنمایید. ما و شما هر عملی که میکنیم مقصد و نیت ما چی باشه؟ مقصد ما همین رضای الله. الله امر کرده است برای سخاوتمندی، همت بلندی، جوانمردی، مقصد و نیت ما همین باید باشه. اما انسانی که مقصدش برای خودنمایی میگه مثل شخصیتی که ایمان به خدا نداره، باور به خدا نداره. خدا وعده کرده است که در برابر اون یعنی خیر سخاوت و همت بلندی، جوانمردی من تو را اجرت میتم، جنتت میتم، ثوابت میتم، سعادتت میتم، گفته خدا را باور نداره. وقتی که مقصد و نیتش خودنمایی کشید گفته خدا را باور نداره و ایمان به روز قیامت هم نداره، باور به روز قیامت هم نداره که روز قیامت هست، قیامت حق هست. وقتی که ما و شما این عمل ها را انجام میدیم برادر عزیز، مقصد و نیت مهم باشه که ما ایمان با خدا داریم، گفته خدا هست این کار، یک برادری یعنی محتاج و یک برادری که یعنی در یک پیشپستی افتاده است او را دستگیری کنیم، خداوند خودش ما را اجر میده. حدیث قدسی است رب العالمین در صحرای قیامت انسانهای دارنده را از سه چیز سختگیری میکرده، مؤاخذه میکرده. یکم چیز میگفته که ای شخصیت میگفته من گرسنه بودم طعامم ندادی. این شخصیت میگفته که ای رب العالمین تو رب عالمیان هستی، تو در یعنی بالا بودی، من چی نوع را طعام میدادم؟ رب العالمین میگفته تو فهمیدی که فلانی بندم گرسنه طعامش ندادی، اگر او را طعام میدادی امروز من اجرش برای تو میدادم. رب العالمین میگفته که من تشنه بودم آبم ندادی. سبحان الله. این شخصیت میگفته که ای پروردگار تو رب العالمین هستی، من تو را چقدر آب میدادم؟ رب العالمین میگفته فهمیدی فلانی بندم تشنه است آبش ندادی، اگر آبش میدادی این لحظه من اجرش برای تو میدادم. میگفته من بیمار بودم خبرگیریم نآمدی، بیمار بینیم نآمدی. میگفته که ای رب العالمین تو رب العالمین هستی، من چی نوع تو را خبرگیری می آمدم؟ میگفته فلانی بندم بیمار بود خبرگیریش نرفتی، اگر او را خبرگیری میرفتی من در نزد او بودم، این لحظه اجرش برای تو میدادم. یعنی که رب العالمین ما بنده هاش در قیامت سختگیری میکردیم. ما از این خدمت یا اینکه یاردم و دستگیری که امروز در دنیا میکنیم و ناجوان مردانه با آخر طعنه میزنیم، منت میکنیم، میگیم فلانی را کار شبود کردم، خدمتش کردم، یاردمش کردم، دستگیریش کردم، زکاتش دادم، از این ثوابی نمیگیریم برادران عزیز.
باید ما امید چی باشه؟ امید ما این باشه که خداوند ما را اجر میده، خداوند ما را در برابری یعنی این کارها پاداش ثواب میده. ما از این انسان هایی که امروز یعنی محتاج هستند، از اینها یگان تمنا و امید باید نداشته باشیم.